شما گفتید که وقتی که راهبریت نو شد یعنی پول دیگر جدا نکردن. در یک برنامه بغیر از پند چند پول میرود تقریبا؟ ما هر دومون یک چیز گفته ایستادیم. من میگویم که ما با مردممون همین چیز یاد ندادیم. من میگم که این پرابلم هست. شما میگید که این پرابلم هست و آن برطرف کردن نمیشه. و راهبریت نو از چی سبب باشد که به این چیز نه برای این پول جدا کرد و نه به این اهمیت داد. و استاد بخشش یک بوریدگر هر روزه گنرال شما 2500 یورو بود. از آن که تماشابینان را اجباراً به تئاتر می‌آورند هرچند تالار پر شود هم تئاتر آباد نمی‌شود. چون آنها تشنه تئاتر نیستند. اکنون شما بگید اگر من یاوم یگان سرپرست در همین کانال در همین چی خودم زنده میکنم سری نو با نام بی‌غرض پند. دیگر یک اودیتور ندارد یک معلم و نگوید که 5 سومون شما ماه بلیت باید شما تئاتر لوتی روید ما تئاتر جوان روید. همین ما چیکار کنیم از بین بریم و دانشجو نمیدونم یک راهگذر یک نفری که ماروژنی میخره داره همون راست خودش بیاد تئاتر بیاد. گویا که کرونا ویروس از همه زیادتر این پاندمی به تئاتر زدگی است. تصور کنید انا تئاتر ما تئاتر لوتی فرض کردیم. ما بگید که کدام کتاب‌ها را خوانده در کرانتین؟ بخشش درباره امروز و آخرت کدام فکرهای فلسفی کردید و از آنها چی گرفت؟ بدبخترین نسل آن نسل است که در دوره تبادلات دولتی زندگی میکند. یعنی ما؟ یعنی که ما یک شکلی در کشور ما یک اکتور میتواند شایسته زندگی کند به قرض به نمیدونم فکری پلیس بیت به هانی خیریت که نی من سپریدم همه قرضهای من نه بشوخی گرفته بودم از بانک یک وقت خصوصا در ما از مکتب‌های میانه سر کنیم اینه از مکتب‌های ابتدایی سر کنیم که مردم فرق تئاتر از کینو فرق تئاتر از تلویزیون فرقی اینا باید فرق کنند. من نمیدونم که از دوره اسخیل و سوفوکل به سر تئاتر همین وضعیت امروزه آمده بود یا نه؟ ژورنالیست از هنرمند میپرسد و هنرمند جواب میدهد. بله میتونم که حتی رپرها گوش کنم و از اونها خیلی لذت میبرم. با شما چی بگویند که میگوید این دنیا ارزش این کار را ندارد؟ استاد یک نفر 72 ساله یک نفری که 45 سال در تئاتر کار کرد یک نفری که هزارها نفر طریق برنامه بی‌غرض پند از او یک چیز گرفتن بخشون حاضر در چه کار بار است؟ حاضر چون همه اول اینکه نزدیک کاری مویا چون همه گریزانم از کرونا ویروس با وجود این کاری تئاتر هست کاری تئاتر می رود بی‌غرض پندی که یک چند وقت خاموش بود امروز ما با نام دیگر اندرز نیاگون از سری نو کوشش زنده کردن داریم و علاقه یک دو پاره هم رفت از این نمایش نامه لیکن وای خیلی نامرتب و چون که در دوام این سالها همین نام بی‌غرض پند خودش همچون برند شده است و این نام تغییر دادن ممکن نیست اصلا گیریم 100%. لیکن از بس که خواهش کردن که این عوض کنیم از عوض کنین حاضر در جستجوی آنم که شاید در همون کانال خودم با نام همون بی‌غرض پند اگر من یاوم یگان سرپرست در همین کانال در همین چی خودم زنده میکنم سری نو با نام بی‌غرض پند. وقتی که توصیه میدهیم گپ شما را از من میخوانم تنفس شدید در رجای هر روزه این امکانی وقت میدهد که کتاب خوانیم علم و دانش از خود کنیم و درباره حیات و آخرت و جهان تغییر یابنده که در آن زندگی میکنیم عمیق‌تر اندیشه نماییم. شما بگویید که این گپ شما بود. شما بگویید که کدام کتاب‌ها را خوانده در کرانتین؟ بخشش
дар бораи имрӯзу охират кадом фикрҳои фалсафӣ кардед ва аз онҳо чӣ гирифтед? ба кадом хулоса омад? ба ғайр аз он ки ман ҳунарпеша ва гоҳ-гоҳ чизҳои хурд менависам, баъзан асарҳои калон ҳам менависам. Яъне ки ман 3-4 1-10 пьесаи калон дорам. сценариҳо ҳастанд, ҳамаи чӣ. лекин дар давоми ҳамин чӣ бояд гӯям ки ягона чизе ки ман дорам ин китобхонаи ман аст. Чизи хубе ки дорам ин китобхонаи ман аст. хеле китобхонаи хуб дорам. Яъне китобҳои хуб дорам ки шумораи онҳо аз 5000 шояд андакак зиёдтар бошад. Ман ҳисобам накардам. лекин ҳамун ҳар касе ки ба хонаи ман меҳмон мешавад, баъд хусусан мардуми қишлоқ ё ки мардуме ки барои ҳамун таъмир кардани намедонам ягон газ ё чӣ мебиёяд хона, баъд онҳо ҳама чӣ мегӯянд ки дар хонаи муаллим ғайри китоб дигаре чӣ нест. барои ҳамин умуман ман ҳисоб мекунам ки китоба ягон чиз иваз карда наметавонад. На телевизион, на кино, на интернет. Ягонтаи инҳо ҳатто театр. Ҳатто театр. Театр ҳам чунки дар китобу театр ба ҳамдигар хеле монанданд дар ҳақиқат. лекин фарқи китоб дар ҳамин аст ки вақте ки шумо китоб мехонед, масалан шумо ҳам худатон ҳам ҳунарпешаед, ҳам коргардонед, ҳам қаҳрамони ҳамон китобед. албатта худатона дар яке аз он нақшҳое ки дар он китоб мехонед, дар ин асар мехонед, худатона мебинед. ва ҳам тамошобини ҳамонед. бале, ҳам тамошобин ҳам худатонед. бахшиш нагуфтед ки кадом китоба хонд? Аҳа, дар бораи кадом китоба хонданам. ҳамин пеш аз вай баромад як силсилаи ва ман хеле арзон ӯро ба даст овардам аз нигоҳи худам. Американский детектив. Тамоми детективҳои ҳамин чӣ 14 ҷилд. ҳамин 14 ҷилда ман якҷоя якбора ёфтам аз букинист, аз он китоб кӯҳнафурӯшакҳо. коғазхаре ки китоб мефурӯшад ҳамонаш шумо гуфтанед? Бале, аз коғазхар нею вай чӣ? ҳамоне ки китобашон дар ҳар ҷо мемонанд, сари роҳҳо мефурӯшанд. аз байни ҳамон ногаҳон ёфтам ва ин хушбахтии ман буд. ва унча аз Эдгар По сар карда то фантастои имрӯза, то ҳамаи чӣ, ҳамон детективҳо, чойз, ама ва хеле бароҳат будам аз хондани ҳамон чанд рӯзе ки коргарӣ намемонданд ки кор бароем аз ҷои кор мӯйсафедоам маҳн карданд ки шумо ба кор набароедтон, хона шинедтон. ва ин ҳамон шабу рӯзе буд ки дар ҳақиқат ман ин чия навиштам ва худам ҳамин китобҳоам мехондам. вақте ки мо як вазифа як дигареро иҷро мекунем, журналист аз шумо мепурсад, як журналист аз шумо мепурсад ки дар ҳоле ки мардуми Тоҷикистон аз эҳтимоли сирояти COVID-19 нигарон ҳастанд, ба сокинон шумо чӣ гуна машварат метиҳед? ва шумо ба ҳамин саволи журналист ҷавоб додед. яъне машварату маслиҳатро бояд як табиб битиҳад. журналист аз ҳунарманд мепурсад ва ҳунарманд ҷавоб медиҳад. латифае ба хотирам мебиёд. касе як шоҳ дандонаш дард кардасту, баъд ҳамон назди дарвоза истода, касе ки мегузарад мепурсад чӣ гап шуд, мегӯяд дандонам дард мекунад ва ӯ як маслиҳат метиҳинда. инаш маслиҳат, ду маслиҳат, 100 маслиҳат. дар ахир баъд кадом як табибе мебиёяду мегӯяд ки ҳамин дандонам кан. ин ҳамин хел вазъият дар мо аст. яъне ки ба ҷои он ки аз табиб пурсем ки мо чӣ воқеъ кунем,
در حقیقت هر کس جوی کاری خودش باید داشته باشه و باید از تن خودش گپ زند. از تن خودش گپ زند. هنرمند تئاتر باید مشورت که شما از کووید 19 باید بله بله بله. خب شما مونولوگ می‌نویسید. من وقتی که نگاه ورق زدم 2007 هفته‌نامه نگاهی که حاضر کار نمیکنه دیگه صحیفه میگردونم مونولوگ شما رو میدیدم. بله بله. و کتابخانه رفتم گازیته خودمون تاجیکستان ورق زدم پچفکای 2010 2011 که باز مونولوگای شما حتی در یک شماره دو مونولوگ هم دیدم. و شما خوشبختانه همونها را حاضر در فیسبوکتون چند روز پس یک تا میمونید. برای چی شما مونولوگ مینویسید؟ این یکم سوال. این همون سالهایی بود که در حقیقت همون سالهای نوآرامی گوییم که اولی تبادلاتی همین چیم و در جمهوری هم چندان آرامی سالهای بعد جنگی می‌بینم. بله بله. حتی دوره جنگی می اون من همون سالهایی که نافهما بودند حالی برای ما تئاتر هم چندان به ذوق کلان یعنی که کار نمی‌کرد. من در برابر این باز گفتم که سالی 95 این پیسه نوشتم همین چیه بعد سالی 2000 یک پیسه دیگر نوشتم جنجال سری پوده و وای هم تا امروز وای هم مزحکه خیلی عجایب است وای هم تئاتر لاهوتی چند وقت ماندن بعد نمیدونم برای چی گفتن که گیریتون بهترش. سبب مونولوگ نویسی این ناآرامی ها بود. یعنی بله همون وقتی که از بیکاری نمیدونستی که چی کار کنی و از مشاهده. استاد برای چی حاضر دیگه نمی-نویسید؟ برای چی نمی-نویسم؟ می-نویسم. من نه اون نمیبینم مونولوگ. یعنی که من نمیکوبم. نه هست مونولوگ اینا هست. در کجا هستن ویا؟ در همین فیسبوک. من کدومش که گرفتم برای خودم در تاش نوشته که 2008 2010 یعنی بازنشر گازیتایی که ما داشتیم. بله بله بله. حاضر چرا در مطبوعات چاپ نمیشه اگر وقتی بنویسید؟ حاضر اکنون من راستی اینها به مطبوعات آوردم. بعد من اینها را تقسیم کردم اول با نام 21 طنز عصر 21 طنز قرن 21 و خواستم که همین 4 در شکل بروشور 21 مونولوگ همین خیلی چاپ کنم 4 بروشوری ها 21 لیکن البته برای این من مبلغی در کاری یافته نتوانستم و این هم خیلی ماند و تا این روز هم خیلی مانده است و من اکنون نیت دارم که علاوه بر آن باز یک تئاتر گفتگو با خود بر این یک چی کشایم در همون صحیفه خودم در همون کینانور که اکتورها همین مونولوگ یا خوانن یا بازی کنن و من آن را همچون کتاب شفاهی در برابر این کتاب که چاپ میکنم همون 21 مونولوگ باز در دیسک هم گرفته میشد و همراهی کتاب فروخته میشد. این فقط ارزو و این عملی شونده است برای که ارزو نیک است. عبدالرحمن بیرونی میگه که هر نفری که نیتش کمک کردن به خدا است یعنی یاردم کردن به خدا است وای ممکن آدم خوب باشد اما هر نفری که یاردم کردن نیتش به یک انسان دیگه است وای حتما آدم خوب است. و همین است. من نمیخوام به مسئله های اولیوی برسم فقط یک چیز اگر نپرسم میکفم باید من پرسم. شما در یک مصاحبه گفتید لطیفه بانو پرطاقت و مهربان و مهنت دوست است. من پس از 20 سال خانه‌داری برای عاشق شیدا شدم. فقط شما بگید که در 20 سال اویله‌داری یعنی پس از 20 سال بعد عاشق شده. این همین است معما برای من تمام. بله من اصلا وقتی که خانه‌دار شدم یعنی بعد دانشکده هم پدرم و هم مادرم یعنی که من فرزندی قریب که کنجگی از من خورتر فقط دادرم بود که متاسفانه چند سال پیش وای هم در همین حکومتی ناحیه سینا کار میکرد از دنیا چشم پوشید و من گویا که کنجگی موندم و خانه‌دار شوی هم همین بود که من به همین
кампиру мӯйсафед чунки онҳо ҳамроҳи ман монданд. Ман асалан гирем ман на бачаи кенҷагӣ будам на бачаи калонӣ дар миёна будам ва кампиру мӯйсафед мана интихоб карданд ҳамроҳи ман. аз афташ ман худам ҳозир мефаҳмам ки онҳо мана аз ҳама беҳунар ҳисоб мекарданд, яъне ки агар онҳо мана танҳо монанд ман мемурам нобуд мешавам тамом. خودتون از بودای خودتون نمیبرید همین؟ بله از بودای زندگی نمیبرم اگر هر دوی اونها نباشد. هرچند هر دوی آنها الکی پیرکی جا مانده شده بودند و از جایشان نمیخیستندم. هم کمپیری مادرم که در اون سالهای بزرگی جنگ در درون آب گیس می ساختند کلخوزچی ها از سنگ کشی به پشت، بعد این به پای ها اثر کرد، همون خیلی چی شده ماندند. هم پدرم همین خیلی چی و اونها همراهی من موندن. چی من از افتش برای آنکه من بیهنر می سابیدن و من همین چیم برای همون خاندار شدم که به این پدر و مادرم نگاه کنم و او در حقیقت خوب نگاه میکرد و امروز فرزندانی خوب دارم و من بعد 20 سال فقط فهمیدم که چقدر آدمی خوب بود است و عاشق شد همین گونه. وقتی که بی‌غرض‌پند داریم همین ایده پیدایش بی‌غرض‌پند و تولید دوباره مردنش، یعنی یک بار خاموش شده بود، همین از کجا بود، چه خیلی شد؟ در این بین چند بار این خاموش شد وابسته به زمان. اما ایده‌اش بگید. آغاز این اساساً سر شده بود از هنرپیشه خدمت نشان داده جمهوری آقای محمود جان طاهری، اون کس که در تئاتر ما کار میکردند و با رژیسوری مظفر غنیف جویشان جنت، اون کس سال 75 این چیز آغاز یافت در تئاتر در تلویزیون تاجیک و سال 74 آخر 74 اول 75 و اون سالها حتی ویدیو مگنیتوفون ها هم نبودند و بیشتر این نمایش ها زنده می رفتند. یعنی حتی تئاتر تلویزیونی بود اون وقت که هنرپیشه ها می آمدند مثلا سپکتاکل تیار می کردند در نزد اکرانی تلویزیون بازی می کردند و روز دیگر بعد چند روز با همچون خیلی که به تئاتر به کار میرن همون خیلی آمده و باز بازی میکردن همین چیزا تکرارن، یعنی هر دفعه چون تئاتر بازی میکردن چون که حالی ویدیو مگنیتوفون ها تولد شده نشده بودند. اون بعد از سال 75 بعد پیدا شد این چیز و خیلی باز اون هم اپارات خیلی کلان بود، اپاراتای کلانی که یک خانه پاکیزه میگیرد و تا حاضرم در تلویزیون تاجیک از روی شنیدم 600 ساعت برنامه بی‌غرض‌پند هست. مواد هست که نه تنها بی‌غرض‌پند بسیار چیو که در همان لنته های ویدیو مگنیتوفون مانده است و اون رو گرفته نمیتوانند نگذران. برای چی یک مدت خاموش شد؟ این هم وابسته است وقتی که یک فیلسوف یونانی میگوید وقتی که توپ ها آواز میدهند، توپ ها با هم دیگر صحبت میکنند، عالیه فرهنگ و صنعت خاموش میماند. یعنی این همان زمانی بود که مثلا چندان آرامی نبود در جمهوری. در این خیل وضعیت صنعت ناگاه همین خیلی می شود که گویا که نادرکار شده میماند متاسفانه. می شود. بله. همین دویم باره با نامی اندرز نیاگان بعد باز ما با نام بی‌غرض‌پند باز از سر نو سر کردیم و مهلت 14 سال این باز میرفت باری دویم، یعنی که در احیای دویم دوام 14 سال این میرفت
و در اینجا بعد همین خیلی شد که راهبریت رادیو و تلویزیون عوض شد و راهبریت نو از چی سبب باشد که به این چیز نه برای این پول جدا کرد و نه به این اهمیت داد. بنابراین همین خیلی ماند تو باز نو شدنی راهبریتی همین تلویزیون نو. حاضر که نو شد با اثر نو اینها با ما دعوت کردن گفتن مرحمت بیایتون کار سر کنیم فقط با نام دیگر با نام اندرز نیاگون. ما هم آغاز کردیم الکی 3-4 صحنه هم تیار کردیم 3-4 برنامه هم تیار کرده ماندگی. فقط شکل رفتنش خیلی نامرتب است چون که بسیار در اونجا دودلگی ها پیدا میشن. بعد میگویند که کدام صحنه بریدن در کار کجا کوتاه کردن در کار و اگر این نظارت نکنی و تماما دم بریده شده به معنی شده میماند و اگر این چیز مثلا همین خیلی 1-2 بار به صحنه رود الکی تماشابین هم ذوقش از این گم میشود. یعنی وای هم میگوید که این چیز اون بی‌غرض‌پندی پیشینه نیست. شما گفتید که وقتی که راهبریت نو شد یعنی پول دیگر جدا نکردن. در یک برنامه بی‌غرض‌پند چند پول میرود تقریبا؟ تا 3000. اونهایی که مثلا تا 3000 سومونی مثلا برای هر یک نمایش نامه که طول 35-40 دقیقه می رود. اگر خصوصا اگر ما چیزای شخصی وای کنیم همین قدر می رود چون که در اینجا هم خیلی که من با همون برنامه حکمت شفا با خواهش خودم رفتم و با مبلغ اندکی گویا که همون فقط برای اون که چکنه ها همین خیلی دیگرها هم بسیار حتی هنرپیشه ها تیارند که مثلا با مبلغ اندکی وای کنند لیکن این وابسته است باز از همون ها هنرپیشه اجرا میکند. برای همین هم بسیار وقت در اینجا نامرتبی کار هم از همین میشد که اون پولی که جدا میکردن تا اون قدر کم شده بریده رفتن گرفتی. ما مثلا برای اکتور وقتی که یک صحنه‌چه بازی میکند برای 15 سوم یا 20 سوم جدا میکردن. بله که این خیلی 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 کم است. برای همین هم من گفتم اگر یابم سرپرست البته خودم سر میکنم. اون من صرف تا $3000 است 3000 سومونی. این یک تضاد است یک زوال است که برای 3000 سومونی برنامه گپ شما از آن که تماشابینان را اجباراً به تئاتر میآورند هرچند تالار پر شود هم تئاتر آباد نمی شود چون آنها تشنه تئاتر نیستند. اکنون شما بگید چی باید کرد که تماشابین ما اجباراً به تئاتر نیاریم و راه حل کدام است؟ این بسیار کاری آسان است. راه حل همین است که نمایشنامه های خوب ساختن در کار. نمایشنامه که تماشابین در حقیقت اون رو دیدن خواهد لیکن در وضع امروزه خصوصا اگر وضع امروزه به نظر گیریم همین حاضر حالت تئاترها خیلی دشوارتر است. گویا که کرونا ویروس از همه زیادتر این پاندمی به تئاتر زدگی است. تصور کنید انا تئاتر ما تئاتر لاهوتی فرض کردیم حاضر 6 تا 7 اسپکتاکل های تیار دارد. تیاری که باید به تماشابین پیشکش کند باید تماشابین بیند لیکن این تماشابین اکنون آخر به تماشابین اجازتی در آمدن نیست. یعنی که اکنون تصور کنید که ضرری کرونا ویروس وقتی که دیگرها میگویند که مثلا بر رستوران ما چقدر ضرر آورد این پاندمیه با بازار ما چقدر با بازار چقدر ضرر آورد لیکن ضرری از همه بیشتر این به تئاتر آوردگیند و حکومت و هم دولت پیش از همه باید من نمیدونم که از دوره اسخیل و سوفوکل به سر تئاتر همین وضعیت امروزه آمده بود یا نه
چونکه اگر می آمد البته یونانی ها در این باره می نوشتند یا اسخیل یا سفوکل یا ایوریپید نمیدونم کدامشان می نوشتند که همین وضعیت بود ما و از این وضعیت چخیل برآمدیم. امروز این وضعیت به سری تئاتر آمده است و حتما حکومت باید جبران پولی به تئاترها گذراند. چون که اونو تصور کنید هر روز در تئاتر لاهوتی مثلا هر روز تا 3-4 سپکتاکل میرفت. عموما وقتی که تئاتر مال تیار دارد و نمیدوند که به کی پیشکش کند این خیلی وضعیت دشوار است، خصوصا برای اکتور و خصوصا نه برای آنکه ها ما مطابق کردن نتوانستیم خودمان همین چی و همین شاید حاضر مطابق کردن نتوانستیم، یعنی که وضعیت بازرگانی با تئاتر که چخیل این چخیل می شود. برای این کار مثلا باید که خصوصا در ما از مکتب های میانه سر کنیم، اینه از مکتب های ابتدایی سر کنیم که مردم فرق تئاتر از کینو، فرق تئاتر از تلویزیون، فرقی اینا باید فرق کنند که تئاتر چیست. اما این کار را نکردیم متاسفانه، بنابراین خیلی دشوار. یک چیز نافهمه است. سوال همین که ما چیکار کنیم که اجباراً دیگر یک اودیتور نداره یک معلم و نگوید که 5 سومون شما بلیت باید شما تئاتر لاهوتی روید، ما تئاتر جوان روید. همین ما چیکار کنیم از بین بریم و دانشجو نمیدونم یک راهگذر یک نفری که مراجعی میخره داره همون راست خودش بیاد تئاتر بیاد. ما هر دومون یک چیز گفته ایستادیم. من میگم که ما با مردممون همین چیز یاد ندادیم. من میگم که این پرابلم هست. شما میگید که این پرابلم هست و اون برطرف کرده نمیشه. زندگی اکتوران خارجی رو میدونید، یعنی ویا دچه دارن، یخت دارن، ماشینای قیمت دارن، زندگی بسیار شایسته دارن و مهنت‌های خودتون رو میبینید. غمگین نمیشید که یعنی ما نداریم و اینها دارند. همین گونه فکر میشه در سر شما؟ من حسد نمیبرم، حسدم برم اگر این حسدی سفید است آششون شود توانستن. نه کامنت دیگه. شما از یگان بانک، از یگان نفر، از یگان مغازه قرضدار هستی؟ خیریت که نی، من سپاریدم همه قرض‌های من. نه بشوخی گرفته بودم از بانک یک وقت برای نمیدونم کدام کار گرفته بودم و یک ماشین گاز 24 داشتم که و چی موندم گرفتم بعد یک 3 ماه 4 ماه من باید قزاقستان سیامکه فیلم میپریدم همراه قزاق‌ها، اونها من پولی سمالیات نداشتم که به اونجا پرم، برای این وای موندم. قرض گرفتم رفتم بعد اومده بعد نمیشید که ماشین فروشید قرض نگیرید. شما با فرزندانتون چی موندن میخواهید و عموما یک نفر ایدئالی با چی موند با فرزندش؟ با فرزند اون چیزی که خداوند به وی داده است، من فقط مهر و محبت، دیگر یگان چی اون چیزی که در گین در اون چیزی که از وی گرفته نمیشد از اونها. و من این روز بعضا کارهایی که فرزندای من میکنن خودم گاه حیران میشم و گاه حتی با خودم کمک حسد میبرم که کاش که همه فرزندای من بر این فرزند میداشتند. اونها کارهای خیلی خوب میکنن، کارهای و من از اونها راضیم. من نمیدونم آیندهش چی میشه. اون چی که دارم برای اونهاست دیگه. همه چیزا همه خیر میگه. بله. در کشور ما یک اکتور میتواند شایسته زندگی کنه به قرض، به نمیدونم فکری پول سوئد، به نه میتواند نه. اگر شما دیگر کس می بودید و یک نفری که در جای شما است و حیات شما را دارد چی میگفتید به او؟ میگفتم که سلامت باشد از برای خدا، فقط چی یعنی که از دیگران حسد نبرد و داشته دیگران آنچه که خداوند به وی داده است او قناعت کند و لیکن چخیل میگن مقالی تاجیکی خودم پروا نکن و بی پروا هم نگرد، یعنی که
کوشش در حقیقت تا آخر باید باشد. من بعضا میبینم همین نگفته نمیتونم همین چه وقتی که هنرپیشه فرض کردیم وقتی پیری از تئاتر به نفقه روان میکنند این ممکن نیست در یگان جای دنیا این ممکن نیست و آخر میمیرد همین که از تئاتر این زندگی است اکسیژنی است بله 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 اصلا نه فقط کارمندای تئاتر باید همه نفرای ایجادی را همین گونه نکنن بله وای خیلیش به همون داده است خیلی برای چی کلانسالان فقط میگن که چرا جوانان کتاب نمیخونن چرا جوانان تئاتر نمیروند برای چی همین گپ پیدا شده است من این شاید از دوری که انا دوام 2 ماه شد که من گروه شدم در یگانه کاری که من بعدی 60 سالگیم با اون دست زدم و خیلی موفقم شدم این یکم راندن ماشین است بعد 60 سالگی بعد از 60 حتی 64 سالگی من اولین بار روی ماشین قپیدم و اینترنت یعنی که کامپیوتر اینم خیلی دیر قپیدم و از اون چیزی که من در گروه هم این گروهی کشاده من میبینم در حقیقت از اونها خفه شدن در کار نیست چون که اونقدر جوانان خوب در گروه من حالی آدم کم است اگه نمیدونم 2000 یا اندکی زیادتر لیکن در دوستی هم از 5000 زیاد است اما 5000 که ممکن است اما 5000 همونجا هست و وقتی که با اونها صحبت میکنم من از اونها خیلی راضیم شخصا من از اونهایی که در خودی و البته اینترنت این چی شده نمیتواند یعنی که اونجا به قول یک پروتوده جمعیتی است که هر کس چیزی در کاری خودش یافته میتواند همه دارید میگه از اونجا بله کی گوهر مییابد کی دیگر پوچاقی مراج نمییابد چی هر کس چیزی که دارد از روی خواست خودش هر کس بهتر فهمیشش میگه بله بله به همون طرز نیست استاد با شما چی بگویند که میگوید این دنیا ارزش این کار را ندارد این خیلی دشوار است در حقیقت اگر مثلا در همه باب من طاقت کرده میتوانم فقط از آن که جنگ ها که همهشون هرچند جنگ ها هم در شکل مثلا جنگ بزرگی وطنی هم و جنگ مقدس حساب میکنیم چون که ما وطنی خود محافظت کردیم حمایت کردیم و گرفتیم لیکن به هر حال خودی جنگ مفهوم است که همون دنیا به اون بهتر میزیست آسوده تر بود بله همین دنیا با چی میارزد ما باید چیکار کنیم در این دنیا بزرگ کاری بزرگ در کار اون چی که میتونیم پیش از همه همون کاری که از دستمون میآید همون کار خوب به انجام رسونیم و با عائله و همسایه در صلح و صلاح زندگی شما موسیقی گوش میکنید؟ بله کدام موسیقی چگونه موسیقی و برای چی؟ در باب موسیقی من خیلی بوی هستم یعنی که من با اون معنا که پیش از همه کلاسیکی خودمونه به حد دوست می‌دارم مثلا تمامی کلاسیکا همین سرودهای کلاسیکی خودمون نو وابسته از وی همین 6 مقام این برای من ایدئال لیکن من میتونم ساعت‌های دراز اپرا گوش کنم با همان ذوقی که 6 مقام گوش میکنم احمد ظاهر فرض کردیم چی بالوی استولی من است من بیوای نمیتونم هم در ماشینم و هم در کجا در ساعتم و در تلفنم هم احمد ظاهر است لیکن با وجود این من میتونم که حتی رپرها گوش کنم و از اونها خیلی لذت میبرم شما رپ گوش بکنید؟ بله کدام رپ رو؟ همون چی نام دارد همون رسیگی؟ تیمتی همون بعضا چیزای عجایبی دارد و اگر گوش کنید و همین خیلی رپرها در خودمان هم هستند یعنی من در کجا بود در کجای کوهستان بودم و یک دیرکتری مکتب
ویم امک بچه من برنده توی من این خیلی برنده توی نو دیدم وای اونقدر با ظرافت اونقدر کسی که دعوت میکند برای سخن گفتن خودی همون از همونجا تا اینجا آمدن وای برای وای 10 مصرع همچون غزل همچون مثنوی الکه اونقدر خوب میبافد که اون رپر اون خیلی نمیتواند تاجیکی خوشرویی وای نه فریستایل هم میگه میشه بله بلیتز سه بهانه برای زیستن یکم اون که وای از مردن بهتر است یکم زندگی دویم اون که صحت وای از بیماری بهتر است و سوم اون که زندگی ما نه تنها برای خودمون برای اونهایی میکنیم که باز در نزد اونها جوابگری مخیر برای فرزندانمون سه ارزوی کلان ارزو دارم که کجا روانه من به هر حال همچون فیلم برداری کنم ارزو دارم که همین تئاتری که نیت دارم تئاتری گفتگو با خود تئاتری مونولوگ که در کدام شکلی نباشد اون رو سازم و باز باقی به فرزندانم سلامتی خواهم با فرزندان انشالله سلامتی هست تمام وقت با همین دو ارزویی که داره ارزوی کلان امیدی عملی شویشون هست تمام سه نقش خاطرمان شما هم تئاتر هم کینو فرمانده افسانه های موی سفید از افسانه های موی سفید اثری خودم که اون عطا محمد جان روی صحنه آورده بود و خودم اجرا میکردم فایز از کوهستانی همراه شادروان سوری سبزعلی و ما هر دومون اجرا میکردیم اونجا همگی دو قهرمان است و آخرین کاری که ما کردیم این ایزوپ این رو هم ما بالای صحنه آوردیم و همراه مریم بانو هنرپیشه خلقی تاجیکستان اون رو اجرا کردیم و گویا که از این طرف من خیلی خرسندم ولی با وجود اون امید دارم که باز چیزی بازی کنم گمان میکنم که اون نقشی که میخواستم هنوز اجرا نکردم سه گنراری کلانترینه که شما داشتید و گرفتید این همچون اگر گپ در سری مبلغ باشد بله تا مبلغ است که این فیلمی همراه فرانسوزها گرفتم اون بود فیلمی که اصحاب اتریاد نام داشت اون هر روزه گنراری من یعنی که 2500 یورو بود و بخشش یک بوریدگر هر روزه گنراری شما 2500 یورو بود و همین خیل با قزاق‌ها یک فیلم هم گرفتیم این یکم بود دویم هم بود که در اونجا اینم 2500 فقط دلار و سیوم تمام همین دوتا بود سه کتاب دوست داشته شما که به جوانان توصیه میدید کتاب روی استالی من اساساً این همان صبح جوانی موی ساتیم لغزاده است بامباچه بله وای من از روی آنچه بعد به جوان ها انا همین اثرهای همین دیل کارنگی همون آموزن این برای جوان بله او هم پسیکولوژی هم بدیعی هر یک لوندی وقتی که این چی میبافد از خودش چون که در این کتاب اونقدر پیشنهادهای خوب هست که حتی آدمی بدترین نمیتواند آدمی خوب سازد و لوندترین آدم میتواند از جاگهش خیزاند همین کتاب‌های دیل کارنگی بله اگر امروز آخرین روز شما باشد چیکار میکنید
خانه می رفتم. عموما از همه مهمش هر چیزی که نو است من دوست دارم، من به او طرف دارم، حتی اگر اونجا خطاگی ها هم باشند، حتی اگر اونجا کمچی ناجوری ها هم باشند، من طرفداری آن هستم. و از اون یک دو نمایشی که از شما بود دیدم خیلی خرسندم. برای همینم پرسیدم که ماه پیکر این کاری شماست و من اونم تماشا کردم و خیلی کاری خوب است. فقط برای کار میخواهم به شما